Copyright penguinaudiobook.com. ظهر بخیر از اینکه امروز با من ملاقات کردید. متشکرم. خوش آمدید. من خوشحالم که در مورد پیشرفت پسر شما در این دوره صحبت می‌کنم. این عالی است. عملکرد او در خواندن و نوشتن چگونه است؟ او خوب می‌خواند اما باید نوشته‌هایش را واضح‌تر سازماندهی کند. من می‌بینم. برای حمایت از او در خانه چه کنیم؟ از او بخواهید هر روز یک پاراگراف کوتاه در مورد کارهای روزمره خود بنویسد. به نظر مفید می‌رسد. آیا او به طور فعال در بحث‌های کلاس شرکت می‌کند؟ او مؤدب و توجه است اما گاهی خجالت می‌کشد اول حرف بزند. می‌توانیم در خانه در مکالمات کوتاه تمرین صحبت کنیم. ایده عالی همچنین او را تشویق کنید تا مراحل تکالیف خود را با صدای بلند توضیح دهد. من این کار را خواهم کرد. آیا موضوعاتی وجود دارد که او نیاز به تمرین اضافی داشته باشد؟ مسائل ریاضی هنوز برای او چالش برانگیز است. هر شب می توانیم یک مشکل را با هم مرور کنیم. این ثبات کمک زیادی خواهد کرد. با تشکر از همکاری شما. از بازخورد شما متشکرم. من از حمایت شما قدردانی می کنم. ظهر بخیر از اینکه امروز با من ملاقات کردید. متشکرم. خوش آمدید. من خوشحالم که در مورد پیشرفت پسر شما در این دوره صحبت می کنم. این عالی است. عملکرد او در خواندن و نوشتن چگونه است؟ او خوب می‌خواند اما باید نوشته‌هایش را واضح‌تر سازماندهی کند. من می‌بینم. برای حمایت از او در خانه چه کنیم؟ از او بخواهید هر روز یک پاراگراف کوتاه در مورد کارهای روزمره خود بنویسد. به نظر مفید می‌رسد. آیا او به طور فعال در بحث‌های کلاس شرکت می‌کند؟ او مؤدب و توجه است اما گاهی خجالت می‌کشد اول حرف بزند. می‌توانیم در خانه در مکالمات کوتاه تمرین صحبت کنیم. ایده عالی همچنین او را تشویق کنید تا مراحل تکالیف خود را با صدای بلند توضیح دهد. من این کار را خواهم کرد. آیا موضوعاتی وجود دارد که او نیاز به تمرین اضافی داشته باشد؟ مسائل ریاضی هنوز برای او چالش برانگیز است. هر شب می توانیم یک مشکل را با هم مرور کنیم. این ثبات کمک زیادی خواهد کرد. با تشکر از همکاری شما. از بازخورد شما متشکرم. من از حمایت شما قدردانی می کنم. سلام، من علاقه‌مند به عضویت در این باشگاه هستم. عالیه، ما برنامه‌های عضویت ماهانه و سالانه را ارائه می‌دهیم. ممکن است تفاوت این دو طرح را توضیح دهید؟ طرح سالانه به طور کلی ارزان‌تر است و شامل کلاس‌های گروهی رایگان است. من معمولاً عصرها تمرین می کنم. آیا باشگاه بعد از کار شلوغ است؟ از 6 تا 8 شلوغ‌ترین است اما صبح‌ها بسیار آرام‌تر است. آیا کلاس‌های مبتدی برای تمرینات قدرتی دارید؟
بله، ما هر سه شنبه و پنجشنبه ساعت 7 یک کلاس مبتدی برگزار می‌کنیم. عالی. آیا مربی وجود دارد که بتواند برای من برنامه‌ریزی شخصی کند؟ بله، عضویت شما شامل یک ارزیابی رایگان با مربی است. خوبه. برای ثبت نام امروز به چه مدارکی نیاز دارم؟ لطفاً شناسنامه و کارت پرداخت همراه داشته باشید. ما می توانیم در عرض 10 دقیقه شما را ثبت نام کنیم. عالی است. من می‌خواهم ابتدا با برنامه ماهانه شروع کنم. انتخاب عالی. اجازه دهید ثبت نام خود را هم اکنون تکمیل کنیم. با تشکر. هفته آینده کلاس مبتدی را هم امتحان خواهم کرد. سلام، من علاقه‌مند به عضویت در این باشگاه هستم. عالیه، ما برنامه‌های عضویت ماهانه و سالانه را ارائه می‌دهیم. ممکن است تفاوت این دو طرح را توضیح دهید؟ طرح سالانه به طور کلی ارزان‌تر است و شامل کلاس‌های گروهی رایگان است. من معمولاً عصرها تمرین می‌کنم. آیا باشگاه بعد از کار شلوغ است؟ از 6 تا 8 شلوغ‌ترین است، اما صبح‌ها بسیار آرام‌تر است. آیا کلاس‌های مبتدی برای تمرینات قدرتی دارید؟ بله، ما هر سه شنبه و پنجشنبه ساعت 7 یک کلاس مبتدی برگزار می‌کنیم. عالی. آیا مربی وجود دارد که بتواند برای من برنامه‌ریزی شخصی کند؟ بله، عضویت شما شامل یک ارزیابی رایگان با مربی است. خوبه. برای ثبت نام امروز به چه مدارکی نیاز دارم؟ لطفاً شناسنامه و کارت پرداخت همراه داشته باشید. ما می توانیم در عرض 10 دقیقه شما را ثبت نام کنیم. عالی است. من می‌خواهم ابتدا با برنامه ماهانه شروع کنم. انتخاب عالی. اجازه دهید ثبت نام خود را هم اکنون تکمیل کنیم. با تشکر. هفته آینده کلاس مبتدی را هم امتحان خواهم کرد. سلام، من به آپارتمان جدید نقل مکان کردم و نیاز به اینترنت دارم. مطمئناً من می‌توانم به شما در تنظیم آن کمک کنم. ممکن است آدرس شما را داشته باشم. این خیابان بلوت 24 آپارتمان 5 است. متشکرم. اینترنت فیبر در آن آدرس موجود است. عالیه، چه گزینه‌های سرعتی را برای کاربران خانگی پیشنهاد می‌کنید؟ ما طرح‌های 300، 600 و 1000 مگابیتی داریم. من از خانه کار می‌کنم، بنابراین سرعت آپلود ثابت نیز مهم است. سپس من طرح 600 را توصیه می‌کنم. سرعت و قیمت را به خوبی متعادل می‌کند. به نظر خوب می‌رسد. تکنسین چقدر می‌تواند برای نصب بیاید؟ فردا بین 2 تا 4 بعد از ظهر یک اسلات داریم. این برای من کار می‌کند. آیا باید در طول پنجره تمام وقت در خانه باشم؟ بله، و لطفاً شناسنامه خود را برای تکنسین آماده کنید. فهمیده شد. لطفاً قیمت ماهانه از جمله اجاره روتر را تایید کنید. مجموعاً $45 در ماه است. من قرارداد را به ایمیل شما ارسال کردم. عالی، ممنون. امروز امضاش می‌کنم.
سلام، من به آپارتمان جدید نقل مکان کردم و نیاز به اینترنت دارم. مطمئناً من می توانم به شما در تنظیم آن کمک کنم. ممکن است آدرس شما را داشته باشم. این خیابان بلوت 24 آپارتمان 5 است. متشکرم. اینترنت فیبر در آن آدرس موجود است. عالیه، چه گزینه‌های سرعتی را برای کاربران خانگی پیشنهاد می‌کنید؟ ما طرح‌های 300 600 و 1000 مگابیتی داریم. من از خانه کار می‌کنم، بنابراین سرعت آپلود ثابت نیز مهم است. سپس من طرح 600 را توصیه می کنم. سرعت و قیمت را به خوبی متعادل می کند. به نظر خوب می‌رسد. تکنسین چقدر می‌تواند برای نصب بیاید؟ فردا بین 2 تا 4 بعد از ظهر یک اسلات داریم. این برای من کار می‌کند. آیا باید در طول پنجره تمام وقت در خانه باشم؟ بله، و لطفاً شناسنامه خود را برای تکنسین آماده کنید. فهمیده شد. لطفاً قیمت ماهانه از جمله اجاره روتر را تایید کنید. مجموعاً $45 در ماه است. من قرارداد را به ایمیل شما ارسال کردم. عالی، ممنون، امروز امضاش میکنم.